خب خوش اومدیم به بازی اولترا کیل، یه بازی که شبیه به سری بازی‌های دومه، البته بیشتر شبیه دوم اترناله و امروز اومدیم داخل این ویدیو بریم سراغ این گیم. خب بریم که شروع کنیم. اوکی، بگینگ کالیبریشن. اوکی، مستر ولوم با زیاد اینو هم بگم که من خودم قبلا این بازی رو یه دو سه بار تمام کردم. خب اینجا حالت گرافیک بازی رو میگه پی سی میخواد باشه و پی اس ایکس میخواد باشه. البته پی اس ایکس واسه حالا چه میدونم واسه کسایی که اون حالت دوست دارن، شبیه سری بازی پلی استیشن 1. اون پی سی رو میزنیم مکانیک. اوکی، مکانیکا. خب اینجا دیفیکالتی بازی رو انتخاب میکنید. harmless recommended for player who want a stress free experience. واسه کسایی که تازه کارن، واسه کسایی که استرس نمیخوان داشته باشن. خب lenient درست خوندم نه چرت و پرت. خب recommended for players who want a less strict gameplay experience. واسه کسایی که بازم میخوان تازه کارن خب استاندارد استاندارد داریم. recommended for first time players. ما همین رو میزنیم واسه اولین بار. حتی من گفتم اینو قبلا خودم چند بار دیدم کردم. این گزینه رو زدم واسه اینکه خیلی سخت نشه بازی واسمون و شما از ویدیو لذت ببرید، اینکه هی دارم به گام میرم داخل بازی لذت نبرید. خب مچ این آیدی V1، اسم کاراکتر ما V1. لوکیشن approaching hill. current objective find a weapon. اون ویپن نداریم اصلا. mankind is dead. مرد خوب به چوخ سگ رفته، به گار رفته. blood is full. خون پره. hell is full یعنی جهنم هم پره. let's go. خیلی سریع بدون هیچ سریع بریم سراغ کویک گاید خودم. خب کویک گاید حرفه‌ای بدم به همتون که خب با اف پانچ میزنه، با کنترل اینجوری میره. خب با اسپیس با اسپیس میپره، با اسپیس با اسپیس میپره، بعد با شیفت داش میزنه. با شیفت نمی‌کنم یا جور میمونم. خب بس من باید با چیز بزنم. اینجا میگه بازم که داخل بازی چجوری میتونیم جون به دست بریم با کشتن. یعنی شما با خون جونتون پر میشه، هر انمی رو که میکشید بهتون جون میده. خب اینجا میپری و بعد کنترل میزنی یهو میره دهن آدم میگه. این آبی هم که دیدید در واقع یه جور سول اوربه و دقیقا همون کاربردش دقیقا کاربردش چی بود و یه جوری جزو سکرت های بازی حساب میشه. خب بزنم امیدوارم صدام درست داخل ویدیو اومده باشه، چون الان از مایک استفاده نمی‌کنم، دارم از مایک لپتاپ استفاده می‌کنم در واقع. خب مایک دونه اوکی کانال بگی جونم اولترا کیل. خب بازی داده شروع شده. الان من کیف کنی ناموسن آجی کجا این ناموسی اینجا من ناموسی شما این دیگه جلوتر گانای دیگه هم برای بگیره. خب از تو این شرم در باز کن چک پوینت. اوکی جلو این غیرت هم از توی بدم این ناموس برو. خب ای بابا بچه بازی اولترا کیل 4 تا مرحله پایه داره. الان ما داخل اون 4 تا مرحله پایه قرار داریم. خب این مراحل پایه هم فقط یه جوری خیلی سختی هم چیز زیادی نیست، چیز سختی نیستن. خب سگ هم میتونه برو پشتر هم آدم بعضی وقتی که پسکش هم پشتر میدن همه بکنم. خب من این فوشه رو دارم میدم چون من شما دستان سر این تلفنی سوار شد ناموس مادر شده کجایی شما کجا هستم بگی بخور پاتر خب این ناموس کوزی شد ما دیدم توی دکمه اسپیس ناموسن بابا همه چی رو بیاد مادرتونم میگم. خب بابا من دیگه اسپیس هم کار نمیکنه رو ریدم توشه. اوکی دشت بد میکنم به نظرم اینجا بهتر بود. بابا من ریدم توی دکمه اسپیس ناموسن بپر. خب بیناموس هم ازم شده این غیرت رو بیناموس رو نرودن. خب از تو میپری را جیب
خیلی ناموس شروعی خب این دیگه داره من بالا این ناموس های خب اما هم از اینجا چی توش دارم نداره اینجا این ناموس داره نداره خب اینجا از تو برو بمیر دیگه بزرگ دار ریدی خب اوکی خب این سمت اینجا چک پوینت خب خیلی سریع لیول ها رو رد کنم خب اینم از این اینم از این اینم چیزه دیگه هست اینم از این رو ببین خب اوکی اگه اشتباه نکنم لیول بعدی باس فایت باید باشه اگه اشتباه نکنم خب بشارم لیول سومه دقیق نمیدونم خب یادم را چون خیلی وقت بازیش نکردم خب بذار بمی بابا میگم اسپیسم تخمیه بابا بعد کیپو بخرم بابا خود لپتاپ اینم از این اینم بزن بیشه بر چک پوینت بپر بابا بپر اوه من بابا همسایی هی بسی اینم از تو نو حسین از این کلوس فاقت تمامه این یه باس فایت یه مینی باس فایت بابا دیرم الان دهنم یه کاری بکنم اصلا کنم ببینیم یه مال از چه از این بگی روش بیم نیست خب این هم از این لیول اولی خب این تو فایر اسم لیول اولی این بود توی 4 دقیقه کلان کار تمام کردیم کیل 70 تا حتی نه چرا ای گرفتم مگه من همه انمی رو نکشتم 2 بار یه سای به خاطر اسم get 5 kills with a single glass panel دقیقا نفرم من داشت داری اوکی پوینت شاپ اوکی ویپن خب راستی اینجا میتونیم اسکین دیگه گانا رو باز کنیم خب و حتی اینا اسکین به حساب این همون گانه فقط یک قابلیت دیگر رو داره خب من با این میتونم همون گانا رو بیارم البته قابلیتش میاد قابلیت قویه دوری میتونم این قابلیت جدیدی که داش خریدم میاد خب شما این سری پوینت میگیرید داخل بازی هر بار که بازی تمام میکنی هر لولی که تمام میکنی پوینت میگیرید خب الان این یکی قابلیتش اینه که یه سکه میندازم بعد تو چون رو نمیدونم الان اگه بین آموزی رو پیش بیه ای بابا خب الان این بزنم یا چون آموزی رو خب الان مرد خب بعد این سکه دور پر میشه بابا این بابا میگم مثلا پیسم پر میشه میدادم داره سکه ای مرد همش مردم مارو باشید دیگه از مارو باشید چونیم این از تو مادر جنده یکمی شیرتوت دو دیگه از تو از تو ای شیرتوت از این اینجا چک پوینت let's go نشد اصلا هم تو همین لیول باید یه باس فایت باید باشه اگه اشتباه نکنم داشتم تو لیول بعدی بود در این بودم گفتم خیلی وقت این بگی ابوالفضل اصلا نمیدونم چه این نمیتونم بگیرم مثلا کلمه خوب نمیتونم بازی کنم برو فرا با درم سه شت راستی اون چی اون اسپورت مچینگ اسمش بود و اینی که الان اینجا رد شد اسمش اسپورت مچینگ بود و زده یه لشکر اینجا داریده با اینجا اونجا اسپورت مچینگ اون اسپورت مچینگ داره فکر کنم تو همین لول باید با اسپورت مچینگ بجنگیم اگه اشتباه نکنم تو همین لول هست امیر اوکی تو انفجار وحشتناکی است برای پای چیه خب ببین خدایا من دیگه اسپیس رو میکنم ببین از تو ریدم اینجوری بدن بابا رو میگم شرافت مادر جدی از تو مادر قبل
بمیر بیفت دیگه بمیر دیگه ای کاراکتر ما یه خنده یه کوچیکی داره میگه میدونی میخنده خب این هم توی 2 دقیقه و خورده کار تکمیلش کردیم A گرفتیم 53 تا S گرفتیم که یعنی کامل پشتی بهشون D هم یعنی ریدینگ عملا استایلمون ریده و with the secret encounter خب ما متصل اینجا 5 تا سیکرت داشت که اصلا کشفشون نکردیم رفتیم جلو داریم در نفر گایدیم رفتیم جلو خب جزء قراره یه گان دیگه بگیم خب توی این لول خب قراره که دیگه کلا با یه باس فایتی به نام اسپورت مچین همون که زرد بود دیدینش توی لول قبلی روی باشیم توی اینجا و قراره یه گان شاتگان قرار بگیم گان جدید خب بعد پرم اونجا بابا من نمیدونم چون ریده شده اسپیس کنم اینجا باس فایت بچه اینجا الان باس فایت شروع میشه خب من کمی آماده سازی کنم کدام ویپن خب ریفولور 10 تا کلا اولش کنم سایبر گرین هم داره که یه چیز دیگه است رو بعدا بهش میرسیم خب اوکی اومد تو اینجا بچه این گان سکه‌ای به دردتون اصلا نمیخوره فکر کنم تو چه میگم اصلا به درد نمیخوره من توصیه میکنم که اصلا ازش استفاده نکنید اون کار ریدم خب یه دقیقه اصلا یک نمون شدن لگو هم میگه خب الان دیناموس بعد اونجا اینو معمولا باید با اون مش بزنیم اینجوری میزنیم بعد اینجوری دیناموس رو میدم وای میدم قرمز شد دو حسین خب میدم وقتی با مش چند بار بدنش یه قرمز میشه بعد یه جون خیلی زیاد ازش کم میشه اوه شاتگان در بود خب مثلا دوباره اوه شت حشری شد که آدم باید بگاه خب یا مثلا اینجا اوکون ندارم شدن بمیر خب شادگانش اومد دستمون خدا بیا مجده برو کنه خب الان اینجا بتونیم میپا کنیم و let's go خب بریم اوه شت ریدم خب بعد بریم بالا بابا من میگم یه سپیس هم ریده باجی خب این بالا check point کن جون Freely fire rocket enemies خب بوکی دارم خب بابا بیناموس دارم من دارم از کیر نگاه میکنم مادر جنگا خب از تو بابا چون نمون چی؟ بزن بپت دیگه ناموسم بابا گایی ببین مادر جنگا خب ای بابا این آمد یو بمید که مادر نمون از تو این از تو بابا یو برو ریدم دهنه بابا تمام اوکی ای بابا پایستر هم کنم اوکی الان جلوتر دوباره میسیم به ادامه جنوب باس فایتر یعنی اسپورت مچینگ بگیر اینو بخور ناموس کن بمیر از تو ریدم پیش بگی باشد ننر دایی بیدو یه شوید شدن داخل باقالیا اینجا این هموش گیر مردن همشون خود let's go برو بچ ما okay let's go اومد مرد همون خود what من بگوشم شما میگن ریدی خب تو ببینید دیگه بدن سگ خب ای وای خب اینجا باشید دارم کم صحبت میکنم عملا خودم کم دارم صحبت میکنم از اینجا باید ویدیو همش دارم کم صحبت میکنم همش دارم کم کنم چی دارم خب الان دوباره میگم الان این جون دومی اسپورت مچینه اسمش باید کنم اوه شد الان بکنیم قابل ناموسی پیدا کرد پود که سوره این باری همین میچرد کنش پود که سوره این باری اوه شد تو بالا این شرف ناموس
اینجا بعد اینجا ببینید دیگه بیده این او شیت ریدم نتمه کنید سین ریدم خب اینا از این بزن بی‌ناموس دردک بودمش از این میرم اینجا شیرم اومد بی‌ناموس ملعون ببین همون ریدی خدا بیامرزه اوکی بریم خونه لیتس گو در اون بریم اوکی کردم بکنم یه بار بدون اینکه ببازم تمام کرد گفتم یه بارم ریستارت کنم 5 دقیقه کلا کارو تمام کرد خب اوکی میرم خب یه بار باید ریستارت کردیم 3 تا سیکرت داشته کشفشون نکردیم kill only one enemy what؟ واسه از این من چند دقیقه سنم ویدیو رکورد میکنم اوبیس رو چه کنیم 17 دقیقه سنم ویدیو رکورد میکنم لول راستی مراحل پایه این بخش چیزه در واقع 5 تاست خب بعد از این 5 تا میریم سراغ اکت 1 اینفینیت هایپر دس امیدوارم که اصلا باشه که این تو لذت برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایکش کنید، کانال یوتیوب رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، یه کامنت مشتی هم واسم بنویسید و خلاصه خیلی دوستتون دارم، عشق من هستید و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا بدرود.